اینطور که من دیدم اینا خانمای خیلی خیلی خوب هستن. مخصوصا منم نگرشون داشتم که کمک کنن اتاقا رو جارو کنن و ظرفا رو بشورن. این آبگوشتم دستپخت اینا. ای خدا اینا پختن و گوش که دل آدم از حال میبره. حتما مزدشم از دیزی های قهوه خونه مشخصم بر خوش مزه تره. حتما. جان چقدر ما رو دوست دارم قهرمانی. قربون دست پنجت. شما چرا زحمت میکشین؟ خواهش میکنم قربان تو. صدا قدم. او با ادب باش تا شادروان باشی. چه میکنی؟ مادر با ادب دیدم عقب نیستم. یا سنبه میخواد رو ببند. شعله گوش مانید نتکن دودمت. نتکن دودمت. آبرون بردی. کسری من. قیزیز میکنی.